کنترل امان پلوان است. بازم امان پلوان با سواریت به آجی صاحب گوساله پاس مجھے ببر با سواریت به آجی صاحب رامان قصاب سر به سر گوساله را خط رسانده مستحق جایزه خط امان پلوان شناخته شد. خان عمرخیل بین خط 1500 افغانی سالم داره. الیاس پلوان عمرخیل با سواریت به رئیس نقیب الله خان ناصری رئیسی بزکشی ولایت کندوز گوساله را خط رسانده مستحق جایزه خط الیاس پلوان عمرخیل شناخته شد. بازم امان پلوان با سواریت به آجی صاحب رامان قصاب سر و سر گوساله را خط رسانده مستحق جایزه خط امان پلوان شناخته شد. آزار افغانی سالم در از بیرق دور داده بین خط از طرف پریدون خان زاخل. یک هزار افغانی سالم در هر پلوانی که گوساله را از بیرق عبور بتا گوساله را کنترل هارون پلوان رجب زاده با سواریت به آجی غلام نبی ترکمن قرار داره. هارون پلوان رجب زاده با سواریت به آجی غلام سخی ترکمن 2 سالمه بگیم گوساله را خط رسانده مستحق جایزه خط شناخته شد. امان پلوان شاهین باسواری از حاجی صاحب امان الله کلیوال قرار داره. آزار 2000 افغانی سالم داره. امان پلوان با سواریت به حاجی صاحب امان الله کلیوال گوساله را خط رسانده مستحق جایزه خط امان پلوان شناخته شد. افغانی سالم داره بین خط از طرف حاجی صاحب عبدالمالک سکرتر پلوان نظامی 1000 افغانی سالم داره بین خط. لحظات پیش امان پلوان با سواریت به حاجی صاحب امان الله کلیوال گوساله را خط رسانده مستحق جایزه خط شناخته شده از طرف حاجی صاحب امان الله کلیوال $50 با امان پلوان بخششی داده شد. هارون پلوان رجب زاده با سواریت به نشاندار رئیس خال محمد ولیزاده رئیس شرکت امیدبهار شمال مالک کرند دیوانه گوساله را خط رسانده مستحق جایزه خط شناخته شده و $50 از طرف رئیس خال محمد ولیزاده با هارون پلوان رجب زاده بخششی داده شد. مالک کرند دیوانه 1500 افغانی سالم داره. هارون پلوان رجب زاده و سواریت به نشاندار رئیس خال محمد ولیزاده گوساله را خط رسانده مستحق جایزه خط شناخته شد. bayrak دور داده میرین از bayrak دور داده بین خط از طرف رئیس خال محمد ولیزاده رئیس شرکت امیدبهار شمال 1500 افغانی سالم داره. از bayrak دور داده بین خط از طرف رئیس خال محمد ولیزاده رئیس شرکت امیدبهار شمال
1500 افغانی سالم داره. سرده کنترل الیاس بلوان الیاس عمرخیل گوساله در کنترل الیاس پهلوان با سواری اسب حاجی صاحب احمد شاه عمرخیل قرار داره. در خط برسان از طرف رئیس صاحب خال محمد خان ولیزاده رئیس شرکت امید بهار شمال 1500 افغانی سالم داره. یک 1500 افغانی سالم داره از طرف رئیس صاحب خال محمد ولیزاده رئیس شرکت امید بهار شمال 2000 افغانی شد. ما پسر محمد دوست ملا دوست با سواری اسب ملنگای اختاجی گوسلر در خط رسانده مستحق جایزه خط پسر ملا دوست شناخته شد. آیکو پهلوان 1500 افغانی سالم داره از طرف محترم رئیس خال محمد ولیزاده 2000 افغانی سالم داره. پسر ملادوز با سواری اسب ملنگبای اختاجی گوسلر در خط رسانده مستحق جایزه خط شناخته شد. 2000 افغانی سالم داره از طرف رئیس خال محمد ولیزاده رئیس شرکت امید بهار شمال مالک اسب کرند پیوانه پسر ملادوس با سواری اسب ملنگجان اختاجی گوسلر در بیرق رسانده مستحق جایزه بیرق شناخته شد. آیکو پهلوان قدرت 2000 افغانی سالم داره. بیا قدرت پهلوان با سواری اسب سپاه داشکار گوسلر در خط رسانده مستحق جایزه خط قدرت پهلوان شناخته شد. ولسوالی علی آباد 1500 افغانی سالم داره. از بیرق دورداده بین خط از طرف حاجی صاحب اختر پهلوان رئیس بسکشی ولسوالی علی آباد 1500 افغانی سالم داره. از بیرق دورداده بین خط از طرف حاجی صاحب اختر لالخوابی حاجی پهلوان اختر لالخوابی رئیس بسکشی ولسوالی علی آباد 1500 افغانی سالم داره. گوساله در کنترل
امان پلوان بسواری هست به آجی صاحب کلکوب آجی صاحب امان الله کلیوال قرار داره. امان پلوان بسواری هست به کلکوب آجی صاحب امان الله کلیوال گوسلر و خط رسانده مستحق جایزه خط شناخته شد.